یه فرصت گفتگو دوباره با خانم صوفیا خانم نصراللهی و جناب حسام خان نصیری، دو تا دوست اهل تحلیل و نقد، نگاه و نظر و روز شروع جشنواره. بنابراین میدونم که باز با این دوستامون باید یک کمی از دورتر به جشنواره نگاه کنیم، یک کمی کلی‌تر ببینیم، یه ذره حدسامون رو با هم مرور بکنیم، احوالمون رو تو این روزا ببینیم. بعد البته رد این احوالی که امروز راجع بهش حرف میزنیم و تو دیالوگای بخشای بعدی و روزهای بعد تعقیب خواهیم کرد، ببینیم چقدرش به چه ترتیب اتفاق افتاده. شما بگید. آره شما بگید. والا برای من از چشماندازی که الان میبینم جشنواره 34م خیلی فرقی با جشنواره 33 و 32 که اتفاقا هیچ کدومشون جشنواره های خوبی نبودن و بازخورد چندانی توی سینما ایران نداشتن، به نظر من خیلی فرقی نداره، حداقل الان از دور. به خصوص که اسمهای کنجکاوی برانگیز در دوره‌های قبلی بیشتر داشتیم، این دوره بیشتر اسمهای جدید داریم که نمیشناسیم، خلاصه داستانها بیشتر کنجکاومون میکنن، حاشیه‌ها بیشتر کنجکاومون میکنن. ولی به خصوص خب ما از نسل اول الان کارگردان نداریم، از نسل فیلمسازهای استخوان خورد کرده‌ای که به هر حال بعد از انقلاب هستن دیگه فقط ابراهیم حاتمیکیا و کمال تبریزی رو داریم که آقای تبریزی با این دوتا فیلم آخرش حداقل من رو خیلی ناامید کرده، در نتیجه ذره سطح کنجکاوی میاد پایین‌تر. به هر حال میگم فعلا برای من جشنواره 34م خیلی جشنواره نامشخصیه. از این نظر میتونه جالب باشه، میتونه سورپرایزم کنه، یعنی این فرصت رو در واقع این ناشناخته بودنش از یک طرف میتونه یک فرصت باشه. بگو مثلا کدوم فیلم؟ مثلا من یه تیکه هایی از من سهیل بیرقی رو دیدم و به نظرم لیلا حاتمیش خیلی جذابه، خیلی جالبه. حسام عزیز چی فکر می‌کنید؟ به نظر من جشنواره 34م همونطوری که صوفیا گفتش، اگه بخوام خیلی خلاصه ترش و جمعش کنم بگم، تقریبا هم حرفا رو باید تکرار کنم. جشنواره 34م به نظر من چیز عجیب و غریبی نیست، نباید منتظر اساساً فیلم متفاوت یا یه جور فیلم غریبی و یونیکی باشیم. به نظر من شاهکار که ابدا فیلم خیلی خوبم بعید میدونم، شاید یک یا دو فیلم خوب داشته باشیم و چند فیلم متوسط. به کدوم فیلم امیدواری؟ شخصا اینکه امیدوارم و اینکه انتظار دارم چیزای جدایی، یا احتمال میدی که اینا میتونن توقعاتو بیشتر برآورده کنن. من اینا رو خواستم جدا، یعنی به صورت جدا خدمتتون عرض کنم. من شخصا منتظر فیلم اجرا وارد میشود مانی حقیقی ام. البته دلایل میکنی مفصل تری داره که باید توضیح بدن. و تو فکر کنی که مانی این قابلیت رو داره که تو ساختارش کار آوانگاردی رو مثلا پیش ببره، به یه کیفیتی از ارائه و روایت برسه که اون فضایی که تو انتظار داری یا بهش فکر میکنی اتفاق بیفته؟ اینکه من فکر میکنم مانی این قابلیت رو داره که اساسا یه چیز جداییه. باید ببینیم خود مانی حقیقی به خاطر تربیت خانوادگیش، به خاطر خیلی از فیگورایی که به نظر من شواف و تظاهر نیست، از خود واقعیش میاد، یکم کارگردان اصیلیه. یعنی این دغدغه‌هاش، سیر تحولی که فیلم‌هاش طی می‌کنن به نظر من کمتر اداست و مانی میتونه فیلم ایدئال خودش رو بسازه. خب خیلی متمرکز شدیم روی یک فیلم و روی مانی. البته این مصداقی حرف زدن خوبه. اجازه میدین آره یه نکته‌ای بگم در مورد اینکه به هر حال فیلم مانی حقیقی امسال برای میتونم بگم بیشتر از 90% منتقدا فیلم کنجکاوی برانگیزیه و فیلم امیدوار کننده‌ایه. فکر می‌کنی چند درصد از سینمای ایران رو داره حمل می‌کنه، نمایندگی می‌کنه جشنواره؟ ببین بخش بسیار زیادی از تولیدات سینمای ایران مجبورن در جشنواره باشن به خاطر مسئله اکران. ما پارسال فیلم هایی داشتیم که در جشنواره تازه حضور هم داشتن ولی اکرانشون انقدر طول کشیده که الان این جشنواره اومد نمونهش فیلم کوچه بینام آقای علی مردانی هنوز اکران نشده. اگر که فیلم ها میخوان توی جشنواره باشن بخش اعظمش به خاطر ماجرای اکرانه و به خاطر ماجرای این که توی 10 روز جشنواره راجع به این فیلم ها بحث میشه، صحبت میشه و یک دفعه همه ایران اسم این فیلم ها رو میشنون. یعنی یک فضای تبلیغاتی، یه تبلیغات مجانیه در واقع برای این فیلم ها. در نتیجه اوکی بیشتر محصولات ایران در تلاشن که بیان توی جشنواره فجر. جشنواره فجر یک چیزی حدود 80-90% محصولات سینما ایران رو تداعی میکنه. خانم صوفیا بفرمایید که شما نکته‌ای برای اگه دوست داری به ما یه
هینتی بدی راجع به چیزی؟ نسبت به 2 تا فیلم خیلی کنجکاوم، یکی سیانور بهروز شعیبی و یکی امکان مینای کمال تبریزی، هر دو به خاطر اینکه میگن که درباره گروهک تروریستی مجاهدین در دهه 60 و اصولاً به نظر من بازگو کردن بخشی از تاریخ که هیچ وقت بهش نپرداختیم میتونه خیلی جذاب و کنجکاوی برانگیز باشه. خیلی خب، اگه شما این شکل برخورد ما رو با موضوعات توی این ویدیوهای اول که دارید از ما میبینید دوست دارید برامون کامنت بذارید، اگر ندارید یا پیشنهاد بهتری دارید همینطور. یه ارتباط دو طرفه بین ما و شمایی که خارج از فضاهای رسانه‌های رسمی داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم و اینجا یه کمی ذهنامون، زبانمون آزادتر، رهاتر، بی‌ملاحظه‌تره برای اینکه نگاه و نظرمون رو واقع بینانه نسبت به مسائل بگیم. اگه پسندیدین و فکر کردین خوبه، کمکمون کنین که مسیر بهتر و درست‌تر رو پیدا کنیم. ممنونم.